یکی از عجیب‌ترین چیزها درباره رابطه اینه که ما آزادانه نمیتونیم جذب هر کسی بشیم. به نظر میرسه ما تیپ‌های روانی قدرتمند و مشخصی داریم که نمیتونیم ازشون دور بشیم. همه ما در درونمون یک فهرست بلند بالای خاص داریم که توش مشخص شده افرادی که ما میتونیم دوست داشته باشیم چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن. ممکنه فکر کنین که این فهرست‌ها تنها شامل الزاماتی دلپذیر و خوب میشن، مثل اینکه عشاق بالقوه ما باید مهربان، فهمیده، محترم و از گروه سنی و اجتماعی ما باشن. اما اغلب این فهرست‌ها عجیب‌تر و مرموزتر هستن. ممکنه سرآخر تمام کاندیداهای احتمالی رو نادیده بگیریم. همه اونها رو به دلیل ملال‌آور، حال به همزن یا اشتباه بودن نادیده میگیریم و یک راست به سراغ افرادی میریم که مشخصاتشون کاملاً برای خوشبختی ما نامناسب و ناکافیه. به عنوان مثال ممکنه ما تنها بتونیم عاشق کسانی بشیم که کمتر از ما باهوش یا مسئولیت پذیر هستند، یا کسانی که واقعاً غیر قابل اطمینان هستند، افرادی خودخواه و خودبین یا بدجنس و اهل زخم زبان. این مسئله میتونه برای اطرافیان و همینطور خودمون خیلی گیج کننده باشه. چرا نمیتونیم با کسانی رابطه داشته باشیم که برامون خوب هستن؟ دلیلش اینه که اون چیزی که ما در عشق طلب میکنیم لزوماً کسی نیست که خوب، معصوم و ساده باشه، بلکه کسیه که حس مشابهی با ما داره. خیلی از ما در کودکیمون عشق رو یاد میگیریم، اون هم از کسانی که به شیوه‌های مختلف مایه آزار ما بودن و هنوز به طور ناخودآگاه گونه‌های عشقی ما رو هدایت میکنن. مراقبین اولیه ما الگوهایی رو از چیستی عشق ورزیدن و مورد عشق واقع شدن به ما میدن که میتونه در آینده فرصت‌های خوشبختی ما رو تحت شعاع قرار بده. مسئله دار بودن گونه‌های عشقی ما به یکی از این سه نتیجه منجر میشه. بیاین تصور کنیم که پدر ما مردی سردمزاج، خشن یا بددهن بوده، یا مادرمون فردی اهل تحقیر، غیر قابل دسترس یا کنترل کننده بوده. این خودش چیز وحشتناکیه، اما به علاوه روی اونچه که ما در عشق جستجو میکنیم تأثیر میذاره. چرا ما چیزی رو تکرار میکنیم که شدیداً برامون ناراحت کننده بوده؟ خب چون با وجود اینکه وحشتناک بوده، اما همچنان یک رابطه عاشقانه به شمار میرفته. بدرفتاری وجود داشته، اما به عنوان مثال میزانی از صمیمیت، تحسین، تعلق خاطر و حتی محبت هم در کار بوده. شاید اونها همدیگر رو تحقیر می‌کردن، اما این چیزیه که ما بهش عادت کردیم و حالا هر چقدر هم که غیر منطقی به نظر برسه، به نظرمون میاد تا وقتی که طرف مقابلمون به همون اندازه بدرفتار نباشه، رابطمون کاملا درست نیست. چنین چیزی اصلاً خوب نیست، اما به طور متقاعد کننده‌ای آشنا و درست به نظر میاد. حالا این تجربه رو در نظر بگیریم. اینکه بدونیم داشتن احساس بد، تحقیر شدن و رنجیدن چه حسی داره، اما بعد به طرز عجیبی همینها رو به سر یه نفر دیگه بیاریم و درست موقعی که اونها در برابرمون آسیب پذیر میشن تحقیرشون کنیم، بهشون امر و نهی کنیم و نسبت بهشون رفتاری سرد رو پیشه بگیریم. مثل اینه که بخشی از وجودمون فکر میکنه که تنها راه برای اینکه باهامون بدرفتاری نشه اینه که خودمون بدرفتاری کنیم. ضمیر احساسی کودکوار ما در درون خودش فکر میکنه که کسی که این کارها رو با من میکنه به طریقی مخالف منه و این باید پناهگاه هم باشه و این کسیه که میخوام در هر رابطه‌ای باشم. وقتی والدین برای ما مشکلاتی به وجود میارن، اغلب ما سعی میکنیم خودمون رو خلاص کنیم. در نتیجه ما دور هر نوع ویژگی‌های فردی اونها، حتی ویژگی‌هایی که در عمل خوب هستن و به دور از رفتارهای دردسرساز اونها، یک سد میکشیم. در نتیجه به عنوان مثال ممکنه پدر ما اهل تحقیر کردن باشه، اما در عین حال هم میتونه به شدت باهوش و زیرک باشه. حالا متاسفانه ما از هر آدم باهوشی که میبینیم دلسرد میشیم، یا اینکه همیشه احساس کردیم که مادرمون از تمایلات جنسی، خصوصا تمایلات ما، منزجر بوده، اما در واقع فردی خونگرم و دوست داشتنی بوده. حالا متاسفانه اینطور به نظر میاد که فرد خونگرم و دوست داشتنی در خصوص رابطه جنسی رفتاری تنبیهی داره و در نتیجه به نظرمون رابطه یا چنین فردی اشتباه میاد. نقشه‌های درونی ما برای عشق به سختی قابل ردیابی هستند. شکی نیست که اونها خودشون رو بروز نمیدن و در نتیجه ما باید با سعی و تلاش کشف کنیم که اونها چه چیزی رو به ما دیکته میکنن تا بتونیم خودمون رو از خواسته های اونها رها کنیم. این بررسی مثل همیشه با تلاش برای شناخت و درک خودمون آغاز میشه. اینکه ببینیم چه چیزی از طرف مراقبان اولیه موجب آزار ما بوده. اینکه آیا در کسانی که بهشون علاقه داریم جذب همین چیزهای آزاردهنده میشیم؟
آیا برای افراد همون مشکلاتی رو به وجود میاریم که در کودکی ازشون رنج میکشیدیم؟ آیا از برخی افراد به خاطر داشتن ویژگی‌هایی که تداعیگر رفتارهای آزاردهنده برای ما در کودکی هستند دوری میکنیم؟ ممکنه در دیگران ویژگی‌هایی رو پیدا کنیم بدون اینکه اونها دارای ویژگی‌هایی باشن که ازشون میترسیم؟ سلامت عاطفی به این معناست که ما بتونیم تعداد افرادی رو که میتونیم عاشقشون بشیم گسترش بدیم. ما در کودکی درباره عشق میآموزیم، اما وقتی پی میبریم که میتونیم به شیوه‌های گوناگون عشق بورزیم، خودمون رو از آسیب‌های روانی دوران کودکی رها میکنیم و به چیزی عادت میکنیم که در وهله نخست میتونه برامون به شکلی عجیب و چالش برانگیز ناآشنا باشه. اینکه با کسی که به درستی برای ما مناسبه خوشبخت و شاد باشیم.